خدا حفظ کنه آیت الله العظمای وحید رو. ایشون فرمودن کی حضرت ظهور میکنه؟ خدا یا علامت بهش داد، یه دونه پیراهنی که روز عاشورا از تن ابی عبدالله بردن، اون پیراهن پیش ایشونه. هر جا زندگی میکنه پیرن و بالا سر خودش آویزون میکنه. خدا بهش فرموده هر وقت دیدی خون از این پیراهن زد، همون لحظه ظهور. ایشون تمام روزهای عاشورا کربلاست. علامه بحرالعلوم میومد تو صحن توی غرفه مینشست که دسته تویرج رو تماشا کنه و گریه کنه. توی باری که تویرجی ها ریختن تو صحن، دیدن علامه عمامش رو برداشت، عباش رو برداشت، دوید میان تویرجی ها و همینو میگفت ابد والله یا زهرا لا ننسا حسینن. بعد برگشت وقتی دسته تموم شد بودن آقا خیلی کار عجیبی کردی، اونم یه مرجع تقلید این با عظمت، لباساتون و عباتون و عمامتون رو در آوردید پا برهنه ریختین تو این دسته دهاتی ها. فرمود باید این کارو میکردم، چون دیدم امام زمان قاطی اینا داره به سرش میزنه. اونم داره میگه ابد والله یا زهرا لا ننسا حسین. دیگر فرقی ندارد جمعه و شنبه، فقط برگرد